حالا که ما مجبور دیگه کنیم و آپارتمان‌ها برای این بازی و تفریح رو داشته باشن و از این طرف سواد معماری چه خوبه که بیاریم توی خونه‌های توی هم بازی کنن، هم فضای خوبی داشته باشن و هم سواد معماری کودکان نوجوانان ما ارتقا پیدا دانشگاه نشان دادن از که بچه‌ها میتونن یه نکته که از نظر زیباشناسی کودک از نظر زیباشناسی یه موقع کنه همه موقع با جنایت آجر و پشت و تنگ و میشه وقتی با اینها مثل خونه تعمیر تعمیر برای مشتری گوش موسیقی شما لازم زیبایی شناسی آدمه معماری همه کارشنها با سرم بگید عمل‌گذاری